مجید هاکی جورشحالات کردستان چاودێری سیاسی سلاوری سبرس دکتر مجید هاکی همان پرسیار از راستی تبکم دست پکی داشت روات و نرخاندناته جل درخستنا کنگره 14 یا پارتی دموکرات کردستان چیه کرم کرد. سلام رئيس من مجبوع وش ميواني واحد جالكس باش بويك او در فتاة ودام جال بشتري برنامج از بدسپیکی دار خطنا کنگره 14 پارتی دموکرات کردستان پیروز کرد. بگمان کنگره وکی پروسه دموکراتیک بجبو برگردان کلکتیو اندام همو پارتی که هوجیه که و هوجیه سالم جننا کلتور دموکراسی نو کردستان خاصمیه. پارتی دموکرات کردستان به تمن 76 سال خبات خدا شوندانری کاردنوی زور هبویه لباشور کردستان خاصمه و لبشیندن کردستان جی بگور هلو مرجع لو ما پارتی کو لحکومت حریم کردستان دراستی پارتی کما و لقصد عراق داجی پارلمان عراق داجی بکریار مازنترین پارتیه که داخلنا کنگره و جنوبینا سازین پارتیا خو جنوبینا ریبراتیا خو گوهرتنا برنامه سیاسی خو و بروشتنا برنامه سیاسی خو او چتن کو این کو دکاری بیتن پارتی جی لجل دنیا نهاد لجل جهان نها انتگرابت دبرکو هر وقت میوانی بریجی گفتن لدم 11 سالی در باز لجل گویل لکردستان بو یعنی خاص ما باشور کردستان رجاوا کردستان شر دیجی داعش در باز کرد بر خودان جلال مازن خدی کرد بخو نشان داد بخو رفراندوم سرخوبون کردستان هات تکرن پشتی اینجی که او خیانت ده اکتبر 16 اکتبر هات جیانین مخابن او خونا کرده بجینه هات از ویدیو دم که به کنگره داد پشتی کنگره داد لقناق یکم دا پارتی دموکرات کردستان ایران و حزب سیاسی باشور کردستان به هفجتنک در چارچوبه که نشتیمانی دا دستیوتین باشور کردستان را جنن و با آلیکاری هاو پیوندی لجل باشور کردستان آلی که مسئله مایی پیوندی لجل دستور عراقی دا خاص مایی ماده 140 دستور عراقی لسر مسئله که بکارم جیب کن و بکارم به هیزه تزیدتر لعراق دا شندانر بن هر روزا از هیوی خازم پیوندین پارتی دل همو حزب رخصتین کردستان همویان از دبیجم لسر آست برجواندین اجتماعی و برجواندین بالای نتوی بینج دار خستن او پیوندی دل دولت در دوریجی با آیتی بید که برجواندین کردستان بیکو برجواندین نتوا کرد لبشندین کردستان بکیوت مترسی و تهلوکی دا بین پاراست. به چه رنگی پارتی دموکرات کردستان جدما دامزراندن خوابوتا و کنها خدمت دوزا کردی و پشتوانی دوزا کردی کریه لروشالات کردستان؟ بیاقین پارتی نزدیک کردستان پارتی یعنی خاص ما باشور کردستان و روشالات کردستان بلکه زیادتر لهمو بشندن کردستان پیوندی به هم به سبب نزدیک بون هم به هجر دیروتی دار تمام کو کومارا کردستان ریبندان 1946 دا هات دامزراندن رحمتی ملا مصطفی بارزانی به پیشمرگی 500 پیشمرگی خو هاتن بو کوماری و بو جنرال کومار کردستان پارتی دموکرات کردستان هل صدما کومار کردستان دا ل 25 جلوی 1946 لمهاوتی هات دامزراندن برویت او پیوندی دیروتی و پیوندی دی پشتوی به سبب ویتی کو پارتی خاص مایل پشتی 1975 دا پرانی لروشنات کردستان و ایران دا بود پیوندین جواتی لنوبرا کردین باشوری و کردین روشالات ببورن چی بود او پیوندید کلتوری پیوندید خزمانی پیوندید مروی بود سبب اینجا که همو هلوست و هلوستیوتین سیاسی لسر هاو باندوری دارن بگومان پارتی دموکرات کردستان خاص مایل دما دامزراندن حکومت حریم کردستان حتی ایرو دبر اوکو یک پارتی هر سرکی و پارتی بدپرسیار و پارتی یکم بول حکومت حریم کردستان دا سیاست پیوندی به دولت در دوره پیوندی به حکومت ایرانی و پیوندی به کردین روشالات کردستان شوندانر بود خاص مایی دما حرکت جشن پرسی آن رفراندوم سرخوبون کردستان چی بود خطی روشالات کردستان به جشتی
به آوای تجلا مازن به جوش تجلا مازن او رفراندوما پیروز کردن و همو او بورن کو پیوندی به نتوا کرده و عالی نتوی هيا لروشلات کردستان دا باندور دن او پیوندین ارگانیک پیوندین کو سیاسی و رخصتنی لنوبرا روشلات کردستان و باشور کردستان و پارتی دموکرات کردستان خاص مایه بویا پیوندی بویا کو بویا سبب نزدیکیت جلک زور سبب هفتی جشن جلک زور کو ایرو ام دکارم بیشم کو خاص مایه از لواری پیوندی ها بیشم یعنی باشور و روشلات وقت جسته کن کو به زوری هاتن دابش کردن چون که تأثیر آن سر هاو جلک هیا ویگویجی پارتین سیاسی روشلات کردستان پرانی لباشور کردستان داجی و پیوندی آن دل پارتی دموکرات کردستان پیوندی بخوشی و باشن و او پیوندی نم نبویا سببی هندی کو پیوندی نو برا حکومت هریما کردستان و دیپلماسی آن دل ایران جهو بچ برویتی لوی روشی دا بگمان جلک جرینجه کو پارتی دموکرات کردستان و همو هیزن باشور کردستان لدرجه یکم دا برجواندین باشور کردستان و برجواندی خول برچاو بجن و پیوندی خول جل در دوری دامزدین او پیوندیان جلک جرا بلکی لواری سیاست خبات نتوی دا لروشلات دا دلی حمیانه بید لی راستی سیاسی او که انسان دویا برجواندیان جشتی و برجواندیان برپسیاتی جواتی و سیاسی و آبوریا جواتی برچاو بید برویتی از حتی بگوید بینم پیوندیتی اوید بخواست موی پشتی دست پیکا شورش جینا که لروشلات کردستان ایران دست کو خبات برفرش شورش راپرین خلقی روشلات کردستان ایران دست بیا از باورم هیزن سیاسی باشور کردستان پارتی دموکرات کردستان خاص موی به هلگتنا سیاست بیدنگی و دستیور ندان لکاربار نوخوی ولات دن خاص موی لپارتین سیاسی دن و دستیور ندان لسیاست پارچین دن دا سیاست حکیمانه بکار آرینه که آواده شیطن لدریجنم دا لبرجاندی همون تواکل بید یعنی جواد گرینجا و از باورم پارتی بی باری دا سرکوتی بویا و حاول ندا ببیتا آلی تملوان 30 سال در باز بودا حاول ندا ببیتا آلیه که زخت خستنی آلیه که دستیوردانی بشندن کردستانی آلیه تم در روشنات کردستانی بید جبوک و سیاست و متد سیاسی خواه لروشلات کردستان جیجی بجیت و به هزرام سرکوتن مزنه و سبب اوی که پیوندی آنها برا پیوندی سیاسی و جشتی آنها برا روشلات و باشور کردستان به پیوندی سالم و تندرست بود. دکتر مجید بنماین کو پارتی دموکراتا کردستان لسرحاتی دامزراندن چنه نخاسم کو پارتی دموکراتا کردستان بویا پارتی هر کرد پرورکی بگوان به نمای هر بهیز پارتی دموکرات کردستان مثلا نتوی بونه و مثلا ما فی دیره که نشاره نوسا خلقی کردستانی هم و از بهیجم حتی اوه بیتن هر پارتی که مثلا نتوی بگویم لکردستان دی برابط و بیت جی ریزو سرنجا همو خلقی از بوان به نمای دا راجبتن وان به نمای بروشترن وان به نمای و خاص مای برنا وان بنمایا بناو نفشا نو چون که نفشا اكود بیجن زيت نفشته نویه و به بایخو نرخ جدا و جهانی تین پرورده کردن دل دنیا دی پیوندی هنه برنا وان نرخانه نو پرورده دال نو سیستمی دال نو همو تایتی کرد داد کاری تن هم بنجها به دولت بون بنجها هیزا نتوکل بهست بلویتی راجبنا وان جها جلت اساسا و از ویدیارم در پیش روزی او بنجها خاص مای لواری پروردهی دا حکومت هریما کردستان دا بنجه نتوی پاراستنا بنجه نتوی اخلاق نتوی و جنجه پارزی نتوی ببید به شکل پروگرام پروردهی حکومت هریما کردستان لنو همو خلقی کردستان دا برکو مخابن ام دبینین باشور کردستان خاص مای مثلا جنجه پاراستنا جنجه پاراستنو حولدان جبوکو آبوریا خوزایی لهریم ده بید جلت لاوازه و بونا بنجه تنتوی و پاراستنا و بنجه برفرهکرنا و بنجه دکاری بیتن آریکار گرم مازم بید که خواست جبو پیشوچون ولات خواست جبو آودان کردن ولات خواست ما جبو که ما سیستمت پیش روجت اکولوژیک و پیشکوتی هبید کردستان دا یک لارکن پارتی سیاسی که از هیویدارم پارتی دموکرات کردستان ایران جی به سر وام جهاد دوم بیده.
مجید زیدبون رجاء جنان د سکردایتیا پدکی ده چاواتی نرخانده. از بخار راستی هویدار بوم که آلیه تیم صدیسی حتی صدی چل اندام دسته برابری پارتی دموکرات کردستان جن باید مقابل ویگوی 15 نه دی 15 چیتل هجمار ده ویگوی جن لروشلات ناوین دا جن لکردستان ده خودی رولک مزن جن لجیروکا کردا ده خودی رولک مزن بونه لوار پروردهی لوار پشتیوانی لوار آگاداری او پرورده کردن و پیشمرده پرورده کردن و هیز خباتکار پشتیوانی کردن و ویده جلک هیزک مزن بوده بقول لیکولین نتوی جدی اگر روشا جنا بوی آوایی که هیا پیش 140 سالی نیم بلکه کردستان میگه تا آسفه که ام بیجه مثلا آسفه وکو ولاتی که وکو یونانی آن ولاتی ایتالیا که جنو میل حتی آسفه که نزدیک هاوبن لی از باورم کومالا کرد جواکا کرد دینامیزم وی که هیا که جن لآسفه زیادتر دا بشتاری ل پروسا بریاردان پرسیاری لبروسا برای بدن خواهدیام ابو دشونات نیچروان باردانی که مسئول باردانی جنک جیگیری سروتی یکی ما پارتی با ویدم ما کار با ویژن کو پارتی دموکرات کردستان نتنی پارتی که نتویه لی پارتی که همو جواتین کرد جنو میرا بالهودیت یعنی مريض بوان بريزو هيا لي اجل دشونا وانا دا يك جوانا دا جنة تبا از باور ميدمي ایماج پارتی و ایماج جوانتر با ایماج یکسانی خاصتر با ایماج با کو دخوازیت براستی گوهرتن جواتی لنو جوات کردستان کو خاص مایل گواشا جوات که گواشن در دور جواتن در دور کو جواتن زور کنسرواتیون و گواشی در خد او جوات دینامیک کردی بو پیش رو نشان میداد دی از باورم و هیوی خازم کل کنجلیت پیشی دا او گوهرتن زیده پینه پیش کو رولا جنا خاص ما این جنجن لپروسین بریاردانی لبریابری و لادارین نتنی پارتی دموکرات کردستان لی همو پارتی کردستان دا زیده زیاد